به نام خداوند بخشنده مهربان، محمد مهدی لطفی هستم، مؤسس وبسایت درآمد با ما. توی این آموزش میخوام دوستان بهتون آموزش نصب وردپرس روی لوکال هاست رو بهتون آموزش بدم. طبیعتا کسی که این آموزش رو میبینه فکر کنم بدون لوکال هاستیه که میخواد این کارو بکنه، ولی من یه توضیحات کلی میدم دوست. ببین لوکال هاست میاد انگار اون هاستی که شما مثلا هاست میخری وردپرس رو میزنید، اون هاست رو شبیه سازی میکنه روی دسکتاپ شما، یعنی میاد روی سیستم شما، رو سیستم شخصی شما یک سرور محلی راه اندازی میکنه که این سرور محلی فقط خودتون بهش دسترسی دارین، چون تو فضای وب نیست، صرفا تو فضای کامپیوتر خودتون. تو فضای کامپیوتر خودتون یه سرور محلی راه اندازی میکنه که فقط خود شما به اون دسترسی دارید و فقط خود شما اون سایت رو میتونی ببینید. واسه چه مواقعی خوبه؟ قبل از راه اندازی سایت واسه تمرین کردن خوبه، یا میخوای سایت طراحی کنی، اول توی لوکال هاست طراحی میکنی، بعد میریزی روی هاست. حالا اینکه چطوری هاست یه وردپرس از روی لوکال هاست بریزی روی وردپرس یا ببخشید چطوری یک سایت رو از روی لوکال هاست بریزی روی هاست اصلی رو بهتون آموزش میدم. بعد برای این کار نرم افزارهای مختلفی وجود داره دوستان. ما اینجا از نرم افزار XAMPP استفاده میکنیم. نرم افزار ومپ هم هست، همین مهمش همین ومپ هم XAMPP. صرف تفاوتایی با هم دارن؟ هیچ تفاوتایی با هم ندارن، ولی خب من با XAMPP یا همون زمپ راحت ترم، یعنی محیط کار برش به نظرم راحت‌تر و آسان‌تر. اینو میتونید توی گوگل بزنید دانلود زمپ، از هر سایتی که بتونید میتونید دانلود کنید، مشکل خاصی نداره. دانلود که کردید این فایل رو باید ما نصب کنیم. حالا من اکسترکت نمی‌کنم، مستقیم نصبش می‌کنم، کپیش می‌کنم، لینکو میزنم، پیست رو میزنم، خب این خطا خاص نیست، نمیزنیم میره، نکست رو میزنید، این تیکاشو دست نمیزنین، کلا میذاریم میمونه. خب اینجا محل نصب اون فایل تو باید انتخاب کنیم. من محل نصب ما انتخاب میکنم. خب دوستان زمپ ما نصب شد. فقط یه موردی من بهتون بگم، بعد از انتخاب پوشه اون تیکش رکورد نشده متاسفانه. بعد از انتخاب پوشه مورد نظرتون یه دکمه نکست میاد، نکست رو میزنین، دو تا نکست که بزنین خودش رو به نصب میکنه و بعد که نصب شد شما به این صفحه میرسین که من رسیدم، یعنی اتمام نصب. بعد از اینکه نصب شد یه همچین گزینه‌ای میاره که میخوای وارد کنترل پنل بشی، این تیکو بزنید اگه میخواید باز بشه و فینیشو بزنید. خب الان محیط زمپ واسه ما باز شد. خب این محیط زمپه که به این شکل است. شما برای اینکه سرورتون رو راه اندازی کنین، همیشه این کاریه که همیشه باید انجام بدید. هر وقت سیستمتون رو روشن میکنید و میخواید وارد سایت لوکال خودتون بشید، وارد سایت بشید که روی لوکال هاستتون هست، باید این گزینه رو روشن کنید، یعنی همه این گزینه ها رو روشن کنید. من یکی یکی استارتشون رو میزنم، اینا هم که میزد دوستان مهم نیستن، کنسلشون رو بزنین برن، همش واسه فایرواله. خب و خیلی مهمه که دوستان همه اینا سبز بشن. اگه یکی از اینا زرد بشه یا مثلا قرمز بشه، یعنی به این معنیه که اون فایل درست کار نمیکنه. یعنی یکی از اینا مثلا آپاتی یا مای اسکیول زرد یا قرمز بشه، به این معنیه که لوکال هاست شما به درستی راه اندازی نشده و شما نمیتونید لوکال هاست داشته باشید، باید اول خطاشو رفع کنید. من حالا توی مقاله‌ای که واسه این ویدیو قراره بنویسم توی اون انواع خطاهاشو واسهتون میذارم و اونجا توضیح میدم چطوری رفعش کنید، چون واقعا تو ویدیو امکان پذیر نیست، چون واسه منم خطایی نداده که اصلا بگم چطوری رفعش کنید. ولی در حالت عادی اگه درست نصب کنید، سیستمتون مشکل نداشته باشه یا فایروال سیستمتون دستکاری نشده باشه و اوکی باشه، مشکلی نداره. اکثرا تو ویندوز 10 مشکل نمیخوره. اونایی که شاید ویندوز 7 اینا باشن ممکنه به خاطر تنظیمات فایروالی که قدیمی است به مشکل بخورم. میگم ممکنه که حالا به زودی میگم چطوری اونم رفعش کنید. خب بعد از اینکه شما این کارو کردید، خب به اصطلاح نیاز به فایل وردپرس دارید، درسته؟ ببین من فایل وردپرس از قبل آماده کردم. چطوری اینو نصب میکنید؟ باید به مسیر نصب شده توی زمپ برید. زمپو کجا نصب کردید؟ به پوشه نصب محل زمپ میرید. اجازه بدید من پوشه نصب محلش رو پیدا کنم واسه. خب دوستان این محل نصب زمپ که ما داریم به این آدرس XAMPP، به این مسیر میاد به محل نصب جایی که زمپ نصب کردین. اگه سی پروگرام وال 86 و زمپ، من توی درایو دیگه نصب کردم، توی سی نصب نکردم. بعد که این پوشه رو باز کردین یه پوشه‌ای وجود داره به نام htdoc. اونایی که هاست دارن میدونن من چی میگم. توی هاست یه پوشه‌ای وجود داره به نام public html.
چه دایرکت ادمین چه cPanel. خب شما هر فایلی داخل سایتت بخوای اجرا کنی، یعنی اون سایتت بخوای حدس داشته باشه، وردپرس، پلاگینا، داخل پوشه پابلیک HTML قرار میگیره. اتسیداکس هم حکم همون پوشه پابلیک HTML قرار داره. یعنی شما هر چی بخوای نصب کنی، وردپرس، پلاگیناش، هر چی میخوای روی سرور لوکالت داشته باشی، باید توی پوشه اتسیداکس بزنی. من اینجا یه پوشه میسازم، شما باید این کارو بکنی. خب مثلا اسمشو میذارم تست یا همون سایت. هر اسمی میتونیم بذاریم ولی فاصله نذاریم بینش که سخت. سایت رو گذاشتیم. خب الان این شد انگار آدرس سایت ما، دامنه سایت ما. خب چطوری باید واردش بشیم؟ اول باید مطمئن باشین همه اینا سبزن و وقتی همه اینا سبز بودن مرورگر خودتون رو باز میکنین. من مرورگرم رو باز میکنم. خب این صفحه مرورگر منه که الان باز کردم واسهتون. اینجا میزنیم دوستان لوکال هاست. خب بعد یه دش میذاریم، بعد آدرس سایتتون. البته قبل از این مورد من یه چیزو یادم رفت بهتون بگم، اول باید وردپرس رو روی این بزنیم. چی میخوایم نصب کنیم؟ وردپرس رو میخوایم نصب کنیم دیگه، درسته؟ من فایل وردپرس رو از قبل آماده دارم. اول اینو باز میکنم چون نمیخوام پوشش وارد. اینا رو میریزم داخل پوشه سایت یا همون به اصطلاح پوشه پابلیک HTML هاست خوده. خب الان من دارم وردپرس رو میریزم روی لوکال هاسته، منتظر میمونیم این ریخته بشه و تموم بشه کپی کردنش. خب وقتی کپی شد وردپرس ما روی لوکال هاست، بعدش میایم تو همون سایتی که میزدیم، همین سایتی که باز کرد. اسم اون پوشمون چی بود؟ سایتس بود دیگه، درسته؟ من اینجا یه اسم میزدم واسه پوشم دیگه، سایت. میبینید اتسیداکس همون پابلیک HTML و پوشه سایت. اینو من باز میکنم، منتظر میمونم بالا بیاد. البته دوستان یک کاری هم شما باید بکنید. ما باید الان ببینید وردپرس ما بالا اومد، درسته؟ ولی ما واسه این پایگاه داده نساختیم که، درسته؟ وردپرس شما هاستم میریزی، اول توی هاستت، توی اون cPanel یا دایرکت ادمینت میری دیتابیسش رو میسازی. خب اینجا هم باید یه دیتابیس محلی بسازی. چطوری؟ در مثال زمپو باز میکنی، قبل اینکه این صفحه رو باز کنی باید این کارو بکنی، یا من یادم رفته بود. باز میکنین زیروی نوشته MySQL دیگه، MySQL برای دیتابیس. خب میایید زیروش نوشته ادمین، روی این ادمینش کلیک میکنی، PHP my ادمین لوکال واسط بالا میاد. خب اینجا یه سایت تستی میزنید، مثلا من میزنم نیو رو که زدی اسم سایت رو میزنین، مثلا میزنم تست داره خودش، من یه دونه تست 2 میزنم، تست 2. خب تست رو که زدی کرییت میزنید، بعد این خط پیغام سبز رنگو که داد یعنی ساخته شده. ببینید تست 2 ساخته شد. خب الان برمیگردیم این صفحه رو یه دونه رفرش میکنیم که تنظیماتش دوباره بیاد. خب الان این صفحه که اومد یعنی به این معنیه که شما وردپرس رو توی جای درستی ریختی، آدرس سایت هم درست زدی. تا اینجا کار درست انجام. روی این گزینه بزن بریم میری نام پایگاه داده. نام پایگاه داده ما چی شد دوستان؟ شد تست، درسته؟ تست داریم دیگه. نام پایگاه داده رو اینجا. نام کاربری دوستان، نام کاربری توی به اصطلاح سرور مجازی توی لوکال هاست روته، یعنی پیش‌وز روته. شما هم روت بزنید، چیز دیگه ای بزنی قبول نمیکنه. روت. پسورد هم نمیزنی، خالی میذاری. پستی شد. شما وقتی روی هاست میریختی نام کاربری که ساخته بودی رو میدادی، رمز عبور اون رمز عبور که ساخته بود. ولی ما هنگام ساخت پایگاه داده نه رمز عبور دادیم نه نام کاربری، چون اینا پیش‌ورز توی لوکال ها. پیش‌ورز این روته، پیش‌ورز اینم خالیه. خب بازم میزبان پایگاه داده بازم لوکال هاست باید باشه، خودش پیش‌ورز گذاشته لوکال هاست، شما هم بزنید لوکال هاست. این WP هم دست نزنید. تنها چیزی که شما توی این صفحه باید بزنید نام پایگاه داده ای که وقتی ساختید زدید و روت. همین. بعد فرستادن رو میزنید. ببین الان گفت خب رفیق توی این مرحله نصب شما انجام شد. یعنی چی؟ یعنی شما کارتون رو درست انجام دادید. اگه مثلا اسم پایگاه داده رو اشتباه زده باشی یا پایگاه داده رو درست نساخته باشی اینجا خطا میره. الان نصب وردپرس تمام شد. حالا راه اندازی نصب رو میزنی. خب اینجا عنوان سایت میده، مثلا من میزنم میزنم سایت تستی درآمدوام. خب نام کاربری هم بدون مثلا میزنیم مهدی 1380 هستم. بعد یه رمز عبورم از خودمون واسش میدیم، همین راحت. ایمیل شما یه ایمیل هم واسش بدین. حالا من همین ایمیل به اصطلاح درآمدوام رو بهتون میدم، درآمدوام @gmail. خب اینم بزنین نزنین فرقی نمیکنه. این همون تیکیه که میگه آقا به موتورهای جستجو نشون بدم یا نشون ندم. این شما تو لوکال هاست دیگه، گوگل بخواد ازم که بخوادم نمیتونه دسترسی داشته باشه که شما روی لوکال هاست، پس مهم نیست. راه اندازی وردپرس رو میزنین،
و صبر میکنیم تا وردپرس ما مراحل پیکر بندیش تموم. خب دوستان الان وردپرس ما مراحل پیکر بندیش تموم شد، روی ورود بزنید و خب نام کاربری ما دوستان مهدی 1380 هست. 1380 اینجا میایم پسورد خودمون رو وارد میکنیم و وارد پیشخانه خودمون و تموم. این بود از روی نصب به اصطلاح یک وردپرس روی لوکال هاست. خب حالا بخواید به این قالب و افسونه و اینا بزنید استوری دوستان، اینجا دیگه نمیتونی مثلا فکر کنم افسونه بزنی و اعمال کنی چون به مخزن وردپرس دسترسی نداری. چیکار میکنی؟ فرض کن میخوای مثلا یه قالب نصب کنی، میای به همین پوشه‌ای که ساختی سایت، این پوشه وردپرس تو دیگه، پوشه پلاگین توی WP کانتنت پلاگیناتو اینجا میریزی. یا میخوای قالب بزنی، خب میای تو پوشه تم و اینجا تمتو آپلود میکنی توی این. خب حالا من یه تم واسهتون انتخاب کنم وارد کنم اینجا. تم اگه بخوایم وارد کنیم، خب من یه تم اینجا انداختم. خب اکسترکت فایلش رو میزنم، اکسترکت میکنم اینجا، همین راحت پوشه دیفالت اکسترکت شد. بعد میای اینجا بخش نمایش، بیای پوسته شما رو شناسایی میکنه. ببین آسترا، من قالب آسترا رو زده بودم و اینم اینجا شناختش. بعد میزنیم فعال نمایید و تموم. آسترا به همین راحتی روی سایت شما نصب شد و اینم بایز سایت رو اگه ما بزنیم اینم شد سایت ما به آدرس لوکال هاست سایت. من توی قسمت دوم این آموزش دوستان میام یه کاری میکنم این لوکال هاست هم عوض بشه، یعنی یه اسم دلخواه بتونید اینجا بزنید لوکال هاست، یه اسم دلخواه باشه، لوکال هاست نباشه. چون حالا این ویدیو زیاد نشه و طولانی نشه، من این موضوع توی ویدیوی بعدی بهتون میگم. ولی خب توی این قسمت بهتون نحوه راه اندازی لوکال هاست رو گفتیم. هر سوالی موردی بود حتما ازم بپرسید، هر جا مشکل خوردید ازم بپرسید و لطفاً صفحه آپارات ما رو دنبال کنید، صفحه یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و حتما به وبسایت درآمد با ما به نشانی درآمد با ما سر بزنید. توش آموزش‌ها و ویدیوهای خیلی زیادی رو براتون قرار میدیم به صورت روزانه. هر آموزشی مد نظرتون بود بگید، حتما واسهتون تهیه و آموزش‌های بعدی. خدا